در تاریخ معاصر ایران کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که زندگیش به اندازه فریدون فرخزاد پر از رنگ، عشق، جنجال و تراژدی باشه. شاعر، خواننده، بازیگر، مجری، فعال اجتماعی و در نهایت یک صدای معترض. فریدون در سال 1317 خورشیدی در تهران متولد شد. خانواده‌ای فرهنگی داشت و شاید مشهورترین عضو این خانواده خواهرش فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ ایران باشه. از کودکی به هنر علاقه داشت، اما راهش با فروغ فرق می‌کرد. بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در رشته علوم سیاسی درس خوند. در همون سالا زبان آلمانی رو در حد یک شاعر مسلط یاد گرفت و حتی چند مجموعه شعر به زبان آلمانی منتشر کرد. دهه 50 فریدون با اجرای برنامه میخک نقره‌ای در تلویزیون ملی ایران به شهرت رسید. برنامه‌ای که سبک و فرم جدیدی داشت. مهمان‌های سرشناس، موسیقی زنده، شوخی‌های خودمونی و مجری که مثل یک ستاره هالیوودی لباس می‌پوشید. فریدون حتی لقب سلطان میخک نقره‌ای رو گرفت. علاوه بر این فریدون در موسیقی هم فعال بود. ترانه‌هایی مثل سپیده، آواز فرشتگان، ای ایران و بسیار دیگری رو با صدای خودش موندگار کرد. با هنرمندان بزرگی مثل داریوش، گوگوش، هایده مهستی و ابی همکاری نزدیک داشت و پشت صحنه بسیاری از اجراهای بزرگ خارج از ایران رو مدیریت می‌کرد. ناگفته نمونه که زندگی شخصیش هم کم از فیلم نداشت. اون مدتی در ایران ازدواج کرد، اما زندگی مشترکش خیلی زود به جدایی کشیده شد. بعدها در اروپا و آمریکا زندگی کرد و دوستان زیادی در محافل هنری و سیاسی پیدا کرد. اما با انقلاب 57 همه چیز تغییر کرد. فریدون به دلیل دیدگاه‌های آزاداندیشانش و مخالفت علنی با حکومت جدید مجبور شد ایرانو ترک کنه. در تبعید هنرش رو به صدای اعتراض تبدیل کرد. روی صحنه نه تنها آواز میخوند، بلکه از آزادی، حقوق زنان و وضعیت مردم ایران حرف میزد. فریدون یه ویژگی عجیب داشت. هیچ وقت خودش رو سانسور نکرد. حتی وقتی میدونست دشمناش کم نیستند، با صراحت از باورهاش دفاع میکرد. سرانجام مرداد 1371 در شهر بن آلمان خبر قتل فریدون فرخزاد مثل یک شوک جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تکون داد. جسدش در خانه‌اش پیدا شد با 10 ضربه چاقو. پرونده قتل اون هنوز هم پر از ابهامه. بعضی‌ها میگن کار عوامل سیاسی بوده. بعضی‌ها هم میگن دلایل شخصی داشته. اما یک چیز قطعیه. فریدون رفت، ولی صداش خاموش نشد. فریدون فرخزاد نماد جسارت و آزادی بود. مردی که زندگیش رو مثل یک صحنه تئاتر بزرگ با نورها، ترانه‌ها و مبارزه‌ها پر کرد. و شاید اگه امروز زنده بود باز هم با همون صدای پر انرژی میگفت آزادی زیباترین آواز دنیاست. موقع سیاسی خوندم شو اجرا میکنم، از این بهتر دیگه چی میشه؟ ولی واقعا قشنگه. یکی بهم گفت که تو که سیاست خوندی چطور شو اجرا میکنی؟ گفتم خب درست همونه،
واقعا همونه. اونم سیاست خب اجرا کردن شما هم سیاست میخواد، اصلا زندگی کردن سیاست میخواد. ما حتی من فکر کنم که هوایی که تنفس میکنیم سیاسی هستش. مگه میشه آدم زنده از سیاست جدا باشه یا سیاست از ما جدا باشه؟ ما سیاست به دنیا میاریم، با سیاست از دنیا میریم، با سیاست زندگی میکنیم. همون بمبی که توی مثلا هیروشیما میفته و 300,000 نفر رو در آن واحد از بین میبره، این سیاسته. خیالشون داشتن آواز میخوندن که از بین رفتن هم موقع بعضیشون شو اجرا میکردن. میدونی پس باید دادن با سیاست آشنا بشه و بدونی که دقیقاً بمب میفته. که ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟